فوقش اشتباه میکنم دیگه، فوقش میخندم دیگه، فوقش قضاوت میشم دیگه. خب بشه، بذار بهت بخندم، چه اتفاقی میفته مگه؟ بذار قضاوت بشی، چه اتفاقی میفته؟ مگه تو برای آدما زندگی میکنی؟ مگه تو برای انسانها زندگی میکنی؟ تو خودت کجای معادله هستی؟ خودت کجای زندگیت هستی؟ علایق خودت چی میشه؟ لذت‌های خودت چی میشه؟ اینها رو باید بهشون فکر کنی. اگه اینا رو بهشون فکر کنی، مطمئن باش ترسا برات آسون‌تر میشن، ترسا برات بی‌معنی میشه و تو اقدام میکنی. ولی تا وقتی که منتظر بشی، منتظر معجزه باشی، منتظر میانبر باشی، منتظر این استاد باشی، این کتاب باشی و اقدام نکنی، من بهت گفتم ایمان بدون عمل حرف مفته، چرته، مفت نمیارزه. حالا باید بشینی منتظر باشی تا یه منجی بیاد تو رو نجات بده. پس منتظر نمون، معجزه‌ای